سلام من یاشارم، خوش اومدید به دومین رومتور ما بعد از 3 سال. سلام من یاشارم، خیلی خوش اومدید به اولین ویدیوی من در بازی رد دد ردمپشن 2 و همچنین. سلام من یاشارم، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از بازی اساسین کرید والهالا. سلام من یاشارم، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از بازی سایبرپانک 2077. سلام من یاشارم، خوش اومدید به قسمت 26 داستان بازی رد دد ردمپشن 2. سلام عرض می‌کنم خدمت فالوورای گلم، سابسکرایبرای گلترم، خوش اومدید. سلام من یاشارم، خوش اومدید به اولین قسمت، یا بهتره بگم ادامه وقتوری بازی رد دد ردمپشن 2 همراه با جان مارستون. انتقامی که سرسختانه به دنبالش. خب رفقای گل قرار همراه با هم دیگه بریم داخل اتاق. طبیعتاً روم تور داریم، تمام آیتم هایی که گرفتم داشتم یا خریدم رو بهتون نشون بدم، اما قبل از همه اینا بریم با هم دیگه ببینیم چی کار شد چی کار نشد و بعد برمیگردیم و میریم داخل با هم دیگه تمام چیزا رو بهتون نشون بدم. یه جلو اینجا کادر اینجا بفرمایید داخل. بفرمایید طرف نکنید. چه کرده برو داخل. خب رفقای گلا اجازه بدید من برم بشینم توی قسمت شاهنشاهی. خود داگر اومد. خب رفقای گلا اول از همه که تمامتون گرم حال دادید. این اتاق همراه با هم دیگه ساختیم، بیشتر از 3 سال طول کشید، ولی خب به آرزوم رسیدم و واقعا خوشنودم از این کاری که کردم و مسیری که رفتم و ان شاءالله از آن به بعد میترکونه. خب بریم سراغ بچه‌ها. یه رومتور کلی تمام چیزایی که اینجا هست و نیست رو بهتون نشون بدم و بعد برگردیم از جای کوچولو شروع کنیم روی اصل کاری ها ببینید اوضاع از چه قراره. اولین چیزی که توی اتاق دیده میشه خب طبیعتا میبینید دیوارا رو یه ذره رنگو عوض کردم، یعنی کلا دیوارا رو رنگ کردم. همونطور که میدونید چیزی نزدیک به 4 تومن هزینه برد. بعد از دیوارا زمین رو درست کردیم همونطور که دیدید. کلینشو کنم لطفاً بگیر بیا اینجا رو بگیر. یه پارکت خیلی خوشگل گرم و یه ذره خواستم به قرمزی بزنه که با دیوارا بکنه. خودم خیلی خوشم اومد از این یعنی رنگ بندی که ایجاد شده. اینا دیگه هم پرز نمیده مثل فرش قبلین و مناسب این فضاست و این فضای کاری دیگه اینجوری خیلی کمتر گرد و غبار میگیره. بعد از اون یک عدد پرده زدیم از گالری دائمی لطف کردند داماد عزیزمون، حال دادن بهمون، یه دونه پرده برام زدن به همراه یک عدد آستری بلک اوت. بچه که میگی بچه یه جنس خیلی سفتری داره، اصلا نور رد نمیکنه، مخصوص فضایی که دوست ندارید نور بیاد. قیمتش هم خیلی زیاده، چیز نزدیک 2 تومن همین آستری پشتش در اومد و یه پرده خوشگل که با فضا بیاد، رنگ بندی اوکی باشه این داستانا، به همراه تخت جدیدم. بچه من 28 سال که الان 29 سالم، این چیز نزدیک به 28 سال تخت نداشتم و این اولین تخت 125 سانتی منه و اصلا نمیدونی جاهایی میدونی خواب بودن. من این تختم خریدم، این رو تختیه هم خریدم، اینا همه به من جدیده، همه به من حس خوب میده و تو کات جا نمیشه، قدت بلنده. خب یک عدد آینه داریم اینجا انقدر من و عرض کنم خدمتتون این نزدیک 20 و همسن آره نزدیک 19 سالشه این و از تو اتاق مامانم اینا کش رفتم قدیمیه ولی کردم اوکیه، یه ذره رنگ و بنگ باخته ولی که جواب میده، کار راه میندازه، ولی یه ذره فضا خوشگل باشه، آینه لازمه واسه تو اتاق.
اینم از این. یه میز کوچولو اینجا من دارم که یه دونه وی ایزوله دارم با یه دونه کراتین. هم تو که من عاشق ورزش و ورزش کردم، هرچند که الان یه ذره شده هیکل به هم ریخته باشه، ولی دارم یه ویدیو خیلی خفن درست میکنم که توی 3 ماه تغییراتم بهتون نشون بدم. الان 2 هفته از اون 3 ماه گذشته، هر روز از خودم عکس گرفتم، فیلم گرفتم، چیکار میکنم، چی میکنم، چی میشه کلا داستانو تا الان نزدیک 3 کیلو کم کردم، بدنم خیلی بهتر شده و حتما رو بهتون نشون میدم، به زودی براتون میذارم. مطمئنم خیلی میتونه کمک کنه، چون من هم تجربه خیلی خوبی دارم، هم سعی کردم خیلی علمی تحقیقات زیادی بخونم، همه چی با مقاله‌های علمی و ریسرچ شده و ان شاءالله توی این مسیر کمکتون خواهم کرد. این وی هم بچه‌ها اونقدر چیز وحشتناک گرونی هست، حقیقتا نزدیک 3 تومن خورده، 2 کیلو 66 تا سرو داره، ولی من اینو همیشه نمیخورم. لاکچری لایف اینجا نداریم ما. اینو زمانهایی که پروتئین غذاییم در طول روز کمه، چون من نزدیک 112 کیلو الان، پروتئین غذاییم کمه به میزان بدنم، یعنی اون 1 گرم به ازای 1 کیلو از وزن بدن که بودم میشه گفت حداقل این قضیه است نمیرسه، یه اسکوپ غذایی میزنم و کارو در میاره. میدونی مثلا یه روز غذا مثلا کوکو سبزی داره، خب پروتئینش کو اینجاست، تق میزنم میره بالا و درست میشه. الان نزدیک من 3 ماه دارم استفاده میکنم، نگاه هنوز 1/4 شاد مونده، شاید 1/4، حالا شاید دیگه کمتر 1/5 مونده. این از این کراتینم که بچه‌ها تنها مکمل و بهترین مکمله که اینجوری استفاده کنید. خیلی چیز خوبه بدن بخورید، یعنی چه بخواید وزن کم کنید چه بخواید وزن بگیرید. بوده میشه گفت تنها مکمل درست حسابی که میتونید مصرف کنید و بازی تجاری نیست. میدونید چی میگم؟ این نیاز نیست تو میتونید از غذا بگیرید، ولی کراتین سخت میاد. این دو تا مکمله رو میشه گفت مهمترین مکمله که میتونید استفاده کنید، در کنارش هم محرک هم فقط کافی. یه تابلو خوشگل مشکل داریم اینجا که اصلا خدمتتون که از هارمونیکش رفتم و یه ذره که رنگ اینجا رو عوض کنه، بعداً ان شاءالله یه پوستر خفنی گیمینگ چیزی میزنم. بعد از اون یه عدد کمد داریم که همه اتاق پیدا میشه، برنامه یک زنجیر مشکی الان بهتون توضیح میدم این برای چی اینجاست، اگه احساستون خیلی بیخوده. یه عدد کمد دارم که خواهرزاده عزیزم مال آیلی جونمه و این استفاده نمی‌کرد، یا آوردیم اینجا، من خودم ازش استفاده پسرونه کردم. ان شاءالله اینم در آینده عوض کنیم وقتی وضعمون خوب شد. عدد چپ داریم که سواره گذاشتین اینجا، نمیدونم چرا، به همراه یک عدد گلدون که این بالاست که رفقا آنچنان چیز مهمی نیست، یعنی خیلی خوشگله ولی نفس افتاده یا شاگین. به همراه وسایلی که گذاشتم اینجا یه ذره صدا کمتر بپیچه، چون میدونید مثلا تو اتاق صدا میپیچه اگه خالی باشه و این داستان. تو کمدم در حد خیلی کوتاه بهتون نشون بدم، نیش بگین اینجا رو. این طبقه بالا کتابام دارم به همراه چیزایی که عزیزان دلبندم بهم دادند و چیز خاص آنچنانی نداره. پایین وسایلی که دم دستمه، دو تا مکملایی که در کنارش میخورم، امگا 3 و مولتی ویتامین، برای مخصوصا زمانی که رژیمم از اون غذای ذره کمتر میخورم. و همراه مثلا آجیلم دارم، هر از گاهی 10 تا آجیلم میخورم. از همه اینا گرفتم چیز نزدیک مثلا 400 350 400 تومن شد. 4 مدل آجیل روزی 10 تا میخورم، 3 تا از این 3 تا از این 3 تا از این 3 تا از و وسایل دیگه. و اینجا چیز خاصی دیگه نمیاد، مدل دارم که خراب شده، اونم کیف دوربینمون و چیز خاص آنچنان دیگه داخلش نیست. و یک عدد پایه دارم که اینشونم همسن منه حدوداً، راحت 25 6 سالشه، استفاده نشده ولی خب برند خیلی قدیمی و خفنی بود، حالا نمیدونم مونلایت اسمش و خیلی چیز استخونداریه، ازش استفاده می‌کنم برای وقتی که می‌خوام با دوربینم فیلم برداری کنم. به همراه یه دونه صندلی که از هارمونی عزیز بهم رسیده برای اینکه اگه مهمانی داشتم اینجا بتونه بشینه و معمولا لباسامو میندازم روش. و یک عدد کلید برق که روش یه دونه استیکر ایسوس دادم. خیلی زیباست. و یک عدد لوستر خفن که از هارمونیکش رفتم، درست مثل این که با خواهرم دعوا کردم، می‌بینی؟ آره. با این با داداشم دعوا کردم که از تو مغازه برش داشتم. ولی خیلی خوشگله، مشکی طلایی به فضا خیلی میاد. و یک عدد نور خوشگل داریم اینجا بچه‌ها که دستساز کاملا، همونطور که می‌بینید سافت باکسی که خودم درستش کردم با کاغذ کالکی اگه اشتباه نکنم، یا فکر کنم کالکی بود، یادم رفته. ما سلامتی معماری خوندم ولی یادم رفته نوع کاغذ. با مقوای مشکی خوشگلش کردم و یه دونه برند ایسوس اینجا گذاشتم، بغل تصویر میاد، خیلی خوشگل و جذابه. به همراه اون پای اولیه یادتونه تو اتاق اولام داشتم واسه گوشیم، اونم زدم زیرش. آره خیلی چیز باحالی شد. نگاه اینجوری میاد تو تصویر، این عکسش هم دیده میشه، مال ایسوس خوشگل جذابش کرده. خب یه دونه مودم اینجا داریم بچه‌ها مال تیپی لینک و اینترنت هم عرض کنم خدمتتون ماهواره‌ایه. یه دونه بالای خونه وصل کردم، یه دونه به برج سلمان که نزدیکترین برج، اینترنت پوینت تو پوینت بهش میگن. 50 مگ دانلود و 50 مگ آپلود داره. به همراه رینگ لایت عزیز هارمونی، یعنی برند هارمونی، مال مغازه‌مون نیست، نگران نباشین، همون برند قدیمی از رینگ لایت خیلی خوب، نور نرم، از اینکه 3 خورده خریدم اون موقع با دلار 25 6000 تومان و نور خوبیه، عالی نیست ولی کارم راه انداخته. به همراه یک پایه
نمیدونم چی آیکین فلان این هم خیلی پایه سفت و قرص و محکمیه، ولی که 3 تا از این چیزهای موبلا گذاشتم زیرش به همراه دمبلای 7.5 هم که این تکون نخوره. بعضی وقتا خانواده میان تو حواسشون نیست به این بخورن، یه دفعه دوربین از جا بلند نشه که دوربینم این بالا میذارن که بعد بهتون نشون بدن. نیوشا جان داره لطف میکنه و برامون فیلم میگیره، بعد دوربینم بهتون نشون میده. و میکروفونی که الان روی دوربین نصبه به همراه پایه دوربینی که بازم روی دوربین، یعنی در زیر دوربین نصبه که هم الان صدا رو یه ذره شفافتر میشنوید، هم این پایه به نیوشا داره خیلی کمک میکنه که فضای بهتری رو بتونه فیلم برداری کنه که هرچند احتمالاً آره خودش میدونه. اصلا نمیشه. یه دونه اینجوری چیزم دارم، دستمال تمیز کنه ازو. و اما دوربین عزیزمون سونی ZV-10 ببخشید ZV-10 اسمشو نمیدونم چرا انقدر قاطی میکنم. دوربین بسیار قدرتمند، قوی و درست حسابی به همراه یه عدد پایه سونی و میکروفون سونی که خب قبلا بهتون نشون دادم. لنزش هم 1650 لنز اوکی معمولیه، کاملا جواب میده. و دوربین بسیار خوبیه، 4K 30 فریم ضبط میکنه، 1080 رو 60 فریم و حتی 120 فریم ضبط میکنه اگه بخواید اسلو موشن بگیرید. با لنز جدید سونی یه ذره دیجیتالی تره، یه ذره رنگی تر، رو نسبت به همین ویدیو میتونید چک کنید و فرقش رو ببینید. و اینجوری میگم خیلی دوربین عالیه. میکروفونم جدا ازش گرفتم، اینم یه چیز نزدیک فکر می‌کنم 50 تا هم برام آب خورد اگه اشتباه نکنم، ولی خیلی راضی ام ازش و ان شاءالله همراه با هم دیگه میتر کنیم. فقط یه کمیک لازم دارم نزدیک 12 13 تومنه، ولی واقعا دیگه ندارم. ته حسابم مثلا موندم چیکار کنم، ولی ان شاءالله جور میشه با هم دیگه در انجام میسازیم و اینجوری ان شاءالله که مبارک هممون باشه. رفقای گلگلا بیادتون نره که نیوشا رو سابسکرایب کنید. نیوشا لطف میکنه همیشه و برامون زیرنویسای بازی‌ها رو میزنه، علل خصوص خالق فاطمه احمدی جذاب متفاوت. یادتون نره یه حالی بهش بدید، کانالش رو سابسکرایب کنید. من دوستان خب به رفقا یه دونه سرنج زدم برای برق‌رسانی به مانیتور دوم که باهاش آشنا میشید، برای اسپیکرها که اونم باهاش آشنا میشید که احتمالاً آشنا هستید، برق‌رسانی به رینگ لایت برای دوربین و در نهایت یک کیبل منیجمنت دستساز خوشگل که خودم خیلی باحال می‌کنم. نزدیک 2 ساعت طول کشید همینا رو جمع کنم. همونطور که می‌بینید سیمیما رو همه رو جمع کردم با یه دونه از این بندهای ایسوس زدم، خیلی خوشگل و گیمینگ تور شده. و این زیرم اگر ببینید از این چیزا زدم، دو طرف چسب دو طرفه داره میچسبه، بعد سیما رو از اینجا باز یکی یکی من دیگه چسبوندم. زیر کار خیلی خوشگل مرتب اینجا ریخته بود، اصلا حال نمیداد. و صندلی عزیز دلبندمون که نزدیک 1 سال 2 سال پیش خریدیمش، نزدیک 2 تومن بهش 2500 پول دادم. صندلی اوکی، آنچنانی نیست، ظاهرش خوبه ولی که همونطور که میبینید دیگه خراب شده. این چرمای روش اصلا به هم ریخته. اینا رو با ماژیک و اینا سیاه کردم خیلی بدنمایی نکنه. در آینده ان شاءالله پول برسه دستمون حتما اینم عوض می‌کنیم. به همراه یه دونه چراغ پلی استیشن خیلی خوشگل که واقعا دوستش دارم. میدونم اینا دستسازاش هست، من اینو کلی پولش دادم، یکو خورده نزدیک 2 تومن پولش دادم، ولی کن خیلی نور نرم و تر و تمیز و برام این دوست داشتم که واسه این هزینه بکنم چون خیلی برام نوستالژیکه. مطمئنم برای خیلی از شما هم نوستالژیک هست. و بعد از اون بیا جلو نیوشا خانم، بیا جلو. کیس دختر بابا کاساندرا هستن که دیگه مجهز شده، فروش شده. یه دونه گرافیک 3060 تی آی با هم دیگه گذاشتیم توش. دم حمید گرم که بهمون حال داد، همیشه این کارا رو برامون انجام میده. و بعد از اون استیکرهایی که لطف کرد بهم داد و زدم روی کامپیوتر، خیلی خوشگل شد. برای این بچه‌ها بیشتر از 1 ساعت و نیم وقت گذاشتم تا فقط این استیکرها رو بتونم تر تمیز بچینم. کلی فکر کردم راجعشون که هر کدومو کجا بذارم. این دوتام خیلی خوشگل شد. می‌بینی و از اون لختی دیگه این کامپیوتر در اومده. علل خصوص توی ویدیوها گرفتم 3060 تی آی تاف هستش یا همون تی اف خودمون و کیس هم از این قرار. سی پی یوش فکر می‌کنم بچه‌ها i7 12700 اگه اشتباه نکنم و مادربرد هم ایسوس تی اف 5700. رمش هم 32. آفرین میشه. و بعد از اون یک عدد میکروفون خوشگل رود داریم. انتی USB مینیه. اما قبلا خریدمش، خیلی چیز خوبه و در بخوریه، واقعا صدای شفاف و بالی داره. من خیلی ازش خوشم میاد. برای یه پای بسیار ساده که اینا باز دوباره سیم کشی کردن و اینکه تو تصویر نباشه. به همراه یه دونه از اینایی که اسمش هم واقعا یادم خیلی فکر کردم چی بود اسمش، یادم رفت. بچه‌ها بگین تو کامنت‌ها. این واسه اینه که حرف پ و ت که پرتاب باد داره، پرتاب هوا داره، تو میکروفون صدا رو خراب نکنه. حالا شاید راحت میگم 30% تا 40% کمک میکنه. من برند کنگ مایر رو گرفتم، فکر کنم آلمانیه، واقعا فرق میکنه با مدل‌های عادی ایرانیش. من میکروفونم بردم تست کردم و اون اصلا تاثیر نداشت، ولی این واقعا یه مقدار صدا رو شفافتر و بهتر کرد.
آیتم بعدی یک عدد هارد آدیتا هستش، ای دیتا که 2 ترابایت واسه اینی که معمولا توی پلی استیشن میزنم وسایلمو جابجا میکنم. خب بعد شاید ببینینش به همراه موس و کیبورد اچ پی که الان نزدیک به 2 سال شد فکر می‌کنم بینیش داریمش و خراب شده، ایراد زیاد دارن ولی کم فعلا داره کار میکنه. ان شاءالله 6 ماه دیگه کار کنه، کار در اومده. و یک عدد چراغ بسیار خوشگل و جذاب پکمن که واقعا یه سن نوستالژیکی داره که میدونین اصلا صنعت گیم به این بازی و به بازی مثل ماریو بدهکاره. اصلا اینا اگه نبودن صنعت آرکید بازی اصلا پیشرفت نمیکرد. به همراه استیکرهای بسیار خوشگل و جذابی که اینو به خدا قسم 2 ساعتم واسه اینا وقت گذاشتم، شاید یک کم باشه ولی سعی کردم اینا همه با یه ریتم قشنگ، با یه رنگ بندی قشنگ، با یک جایگزینی قشنگ باشن که اون رخ کارو خیلی خوب در بیاره. حتی این ورش هم بچه‌ها من استیکر زدم برای اینکه ذره خوشگل‌تر بشه و خیلی هم موافقشم، خیلی باهاش حال کردم، ارتباط برقرار کردم. به همراه پسر بابا پلی استیشن عزیزم به همراه هدست پالس تیریدی که هدست خیلی خوبی بود، نمی‌دونم چرا خفن اینجوری بود ولی هدست واقعا خوبی بود. و پسر بابام که می‌دونید دیگه PS5 دیجیتاله به همراه حالا اینم که دانگل هدست هستش، یه دونه استیکر روی زدم خیلی خوشگل و بامزه شد. و کپچر کارت الگاتو HD60X که اینو جدیدن گرفتم توی ویدیوی آنباکس گرافیک و دوربین نبود برای اینکه هنوز نرسیده بود. 13.5 پول این لامصب دادم ولی که میارزه، واقعا چیز درست حسابی مشتیه. رابطه بین پلی استیشن مانیتور و کامپیوتر که من دیگه الان بدون اینکه بخوام منبع مانیتور رو عوض کنم روی خود پی سی بازی میاد و میتونی استریم کنی و بدون این استریم کردن بودن غیر ممکنه و اگرم بشه کرد قروفر داره و اونقدر چیز درست حسابی در نمیاد. خودش هم خیلی خوبه، 80 HDR براتون 60 فریم تحویل میده به همراه ساعت دلبند هارمونی که خیلی دوستش دارم. من کلا آیتم ساعت رو خیلی میپسندم تو فضا، علل خصوص رو میزی که با فضامون هم خیلی ست شده. به همراه کاکا سنگی عزیزمون که از اینجا جای دستمال در است، اینجا میتونی دستمال بذاری، چیز باحال با مزه‌ایه. داخل اینا هم بچه‌ها خب کمدم و وسایل کارا دارم و ندارم و میذارم. به همراه مثلا مموری کارت 8 مگابایتی PS2. بچه‌ها من اولین بار یه خاطر خوشگل براتون بگم، اولین بار که PS2 گرفتم ما پدرم مخالف بود و مادرم چون بهم قول داده بود برام گرفت و بماند که حالا چقدر ذوق و شوق داشتیم با داداشم به جای مموری کارت 2 تا دسته خرید واسه ما، محمد و سرناز لطف کردن و این نداشتن مموری باعث میشد من که سینگل پلیرم، عاشق سینگل پلیرم، نتونم هیچ بازی رو علاوه خصوص جی تی اندرس که هی بازی می‌کردم، قبلا گفتم میرفتم به محله میرسیدم می‌باختم، یعنی مثلا تا خواب میشد میرفتم می‌خوابیدم فردا صبح دوباره از اول و این خوی جنگندگی رو احساس می‌کنم. همین چیزا باعث شد که در من بیرون بیاد نداشتن یک نقطه امن مثل مموری کارت سیو باعث شد که من خیلی دوست داشته باشم همه چیزا از اول بهتر شروع کنم و این بار موفق باشم. نشد دفعه بعد موفق باشم که به نظرم جزء جایی بوده که تو زندگی خیلی تاثیر گذاشته و واقعا خوشحالم که این اتفاق افتاد و اون مموری کارت من نداشتم. بعضی وقتا نداشته ها خیلی خیلی بهتر برای شما مسیر رو شکل میدن تا داشته ها. داخل اون یکی کمدون رو همینطور کاب مابلامو گذاشتم. این داستانه در ضمن این چراغ پکمن هم با طریق سی میاد، هم از طریق حالات مختلف داره کامل روشن میشه، اینجوری ریتمیک میره و صدا هم داره. الان اگه سکوت کنیم و بعد اسپیکرهای خوشگل لاجیتکمون که اون صدای خیلی خوبی دارن، قدرت صدایی خیلی خوبی دارن، گذاشتمش پشت مانیتورامون که دیگه آنچنان استفاده نداره برای وقتی که خودم استفاده میکنم. این دیگه نمیخوام استریل کنیم این داستان ها. و همراه مانیتور خوشگل بابا پدر ناخونده چی بود؟ کوزت بابا بود. برند جی پلاس اصلا پیشنهاد نمی‌کنم بخرید بچه‌ها، یه برند بسیار معمولی، قیمتش پایینه ولی کیفیت آنچنانی نداره، هرچند که همینم خرابه، بعضی وقتا ردای سبز میفته. خلاص 6 ماه بعد از اینکه گرفتمش بعد کاج خیلی خوشگل دارم که دوست عزیزی بهم داده، دمش گرم، همیشه تو قلبمه. و مانیتور دوممون برند LG هستش، هرچند زدم ایسوس و یه ذره مسخره بازی، این یه ذره تم فان داره، اینجوری که می‌بینید پلاک زدم براش 54 لام 653 ایران 44. هر کی صاحب این پلاکی بیاد خودش اعلام و 1080 فول اچ دی 1920 در 1080 برای مانیتور دوم خوبه، راضی هم ازش نسبتا و ان شاءالله توی آینده ازش استفاده خواهیم کرد. داش یادم میرفت تابلوی خوشگلمون که از اولین ویدیویی که شروع کردم همراهمون بوده
و خواهر عزیزم سارا مامان نیوشا لطف کرد برام کشیدن، قابش کردیم بالاخره. آره بعضیمون خوب شد دیوات شد، قابش کردیم و الان به نظرم رو خیلی خوشگل داره، خیلی نوستالژیکه و دوست دارم همیشه توی اتاقم و نمایی که حالا توش کار میکنم بمونه، جز معدود چیزایی که همچنان توی اتاق باقی مونده. باش یادمون میرم یه دونه چراغ خوشگل داریم اینجا رو فقط این پایین از برند الگاتو. عرض کنم خدمتتون که اینم یه مقوا خیلی ساده است، به همراه اون چراغی قبلا داشتم مشکیشون کردم، این استیکر الگاتو رو می‌ذارم روش مگه یه ذره رخ بگیره، اون گوشه گذاشتمش که اینجا نوری که از اینجا می‌خوام داشته باشم. اینجا یه کیبل منیجمنت کوچیک دارم، این سمت همینطور بیا نشون بده نیوشو، من عاشق این کارم، دوست دارم همه چیز مرتب باشه. این پشت می‌بینید اینجا از اون بست ها زدم، اینجا از همون بست ها زدم و یه کیبل منیجمنت دیگه هم اینجا دارم. خب رفقای گلگلاب، این هم از اتاق جدید ما، امیدوارم خوشتون اومده باشه، حال کرده باشید. سعی کردم همه چی رو خودمونی و دلی بهتون نشون بدم، چون جور دیگه اصلا زندگی کردن رو دوست ندارم اگه صداقت تو کار نباشه. اصلا به نظرم ارتباط بین آدم و مخاطب اصلا شکل نمیگیره و در کل واقعا امیدوارم خوشتون اومده باشه، حال کرده باشید. این فضا دیگه فضاییه که مستحق شماست و در لول شما قرار میگیره. من به خودم اجازه بدم شروع کنم استریم کردن، حال کنیم کنارم، خوش بگذرونیم. برنامه خیلی زیاد دارم، بازی خیلی زیادی هست که بازی نکردم و عاشقانه دوست دارم اینا رو بازی کنم، مثل ویچر، مثل و در کل بچه‌ها بهتون بگم که در کل این اتاق فکر می‌کنم نزدیک 250 تومن برام هزینه برده، با قیمت‌های امروزی احتمالاً میشه 300 میلیون تومن، ولی من توی 3 سال ساختم بچه‌ها. روزی که من شروع کردم خدا شاهده بیشتر از 415 هزار تومن پول نداشتم. همین الانم 415 هزار تومن بیشتر پول ندارم، خب ولی با عشق همه اینا رو خریدم، با عشق همه اینا رو ساختم و امیدوارم که از این مسیر در بیارم در کنار لذت بردن، چون اون 8 ساعتی که من کار میکنم 8 ساعت از بزرگترین بخش‌های زندگی روزانه من و اصلا قصه نمیخورم اصلا به اینا. من یعنی هیچ وقت باعث نمیشه که من ناامید بشم، غم انگیز بشم و این چیزا. و در کل اگه آرزویی دارید حتما دنبالش برید، مطمئنم بهش میرسید اگر تلاش کنید، اگر شرایط کمی باهاتون راه بیاد، که میدونم اگه تلاش کنید امکان نداره که شرایط باهاتون راه نیاد، مجبوره که راه بیاد برای انسانی که تلاش میکنه. و داشتم میگفتم نزدیک 300 تومن خرج کردم. این آخرین خرجی که کردم بچه‌ها نزدیک 100 تومن شد، همینه که جمع آوری کردم. خودم بیشتر از 20 تومن نشم، نزدیک 80 تومن قرض گرفتم از عزیزانی که لطف کردن به من پولشون دادن. منتظر پولشون نباشن، اصلا اگه بوده لا میکنن زودتر از 3-4 ماهی اصلا با من زنگ نزنی که رد میدم همه رو و من قراره یه زندگی لاکچری لایف داشته باشم، هر روز استخر رو چلو کباب بخورم و آره اینستاگرام هم فالو کنید. و اینجوری رفقای عزیز، عزیزای دلی که من کمک کردم، پول همه رو پس میدم. الان شاید جیبم خالی باشه ولی تلاش میکنم میسازم. این استرس، این فشار باعث رشد آدم میشه. از استرس و فشار اصلا فرار نکنید، اینا دقیقاً با عاملای رشد شما. الان من انگیزه دارم که کار کنم، ویدیو بسازم و همه این مسائل یه خود پول پس دادنه، یه انگیزه خیلی خوبه. همیشه انگیزه نباید مثبت باشه، بعضی وقتا منفیه بیشتر برای شما تاثیر میذاره. بعضی وقتا وقتی توی چاله افتادید همینجوری تاریکه، این تاریکی بیشتر به شما از نور کمک میکنه. میدونید چی میگم؟ همه چی بستگی به این داره که شما چطور به زندگی نگاه کنید. و اینم از این رفقای گلگلاب. در آخر هم یه تشکر ویژه از بهزاد میکنم، دوباره رفیقی که توی اون سر دنیا، حالا اون سر دنیا نه ولی خب اون فاصله بین ترکیه و ایران واقعا اون سر دنیاست، از بس که ایران اینجوریه. بگم بماند. دمت گرم رفیق گل عزیزم، با اینکه خیلی سال ندیدمت از راه دور میتونم روت حساب کنم. دمت گرم، همیشه قدرت بودم، خودت میدونی چقدر برام عزیزی. و اینجوری رفقا گلاب، اگر نظری، پیشنهادی در مورد ویدیوهای آینده این سر ویدیوها دارید حتما تو کامنت برام بنویسید، سعی می‌کنم درست کنم بهتون نشون بدم. و اینجوری دیگه امیدوارم خوبی داشته باشید. در ویدیوی بعدی می‌بینمتون. بدرود.